درود بیننده عزیز شبکه اجتماعی دلاری ممالی، امیدوارم خوب و خوش و سری حال و سرپول هستید. زنده باشید. امروز ما به شهر وحدت سفر میکنیم. وحدتی که در اول نام داشت پیشتر ینگی بازار، بعداً شد اورجینکزآباد، بعداً شد کافرنیهان و اینک وحدت است. از شهر دوشنبه تا وحدت بیش از 20 دقیقه راه است با نقلیات، یعنی با ماشین سبک رو. و اینجا خیابان استاد صدرالدین عینی است. در پس منظر این پیکره استاد صدرالدین عینی نیز هست در شهر دوشنبه و از همین نقطه شما می توانید از شهر دوشنبه تا به وحدت بروید که در قسمت شرقی شهر دوشنبه جای گرفته است. با نقلیاتی که به نوع گازل یا مرسدس اسپرینتری که امروز خدمت میرسونم برای ما، از این میدان با نرخ 4 سامانی همگی و در 25 تا 30 دقیقه به وحدت میرسید، به مرکز وحدت. و با ماشین سبکرو اتومبیل خرد می توانید با نرخ 10 سامانی در وقت 15 تا 20 دقیقه به وحدت برسید. بیایید امروز یک جای به وحدت روان بشویم. رفتیم. بیننده عزیز، ما به شهر وحدت وارد شدیم و این هم میدانی که معروف با مردم شهر وحدت استانسا و اینجا یک بازار معروف هم دارن و در همین پس منظر ما یک کینوتئاتر خوب هم بود به نام بدرالدین هلالی. به نام بدرالدین هلالی بودن؟ به نام بدرالدین هلالی بود، ولی ساختمان رفته است. چگونه که حالی ما حضور داریم در همون میدان معروف به استانسا که بسیاری گفتن که یعنی در اینجا تنبشوی نقلیات دوام راه به چشم میرسد. امروز خوشبختانه که همین لحظه ما اومدیم، همین لحظه که ما اومدیم تنبشوی نقلیات همینجا به نظر نمیرسد و اینم با سپاس از کارمندان بازرسی که در پس منظر ما فعالیت دارن، ولی نخواستن که نزد دوربین ما نظر دهند، ولی واقعا امروز ما فعالیتشون درست بر راه موندن که من در همین راه که اکثر وقت تنبشوی نقلیات هم میدیدم، حالی که اومدم تنبشوی نقلیات نیست. خدا کند که من بعدم این راه همیشه همین خیلی باز باشد. در خیابان مرکزی شهر وحدت با این برادرای پلیس روبرو شدیم. اینجا که ما هم گرفتم، امیدوارم که شخصیت منو معین کنی ببرن. فکر میکنم که بخیر می انجام ان شاء الله. من رفیق کاپیتان اگجا میریم تا اجرای کارشون. بیننده عزیز، چگونه که شما از نوارهای قبلی آگاه بودید که از نقطه‌هایی که ما به هر شهر و ناحیه بریم این سرایستگاه یا معروف به автовокзал ها است که تقریبا اینجا ترتیب در نظر اول رعایت شده است. یعنی دوشنبه، باغ شهر، نورک، یوون، سرختپه، یعنی همه چی نوشته شده است، ولی به نظامی و درست جابجا نشدن نقلیات‌های جمعیتی در اینجا یکم به نظر میرسد. و حالا ما چند نوار دیگه میریم تا نزد راهبریت سرایستگاه و به این سوال ما کوشش میکنیم که جواب بگیریم. رفتیم. ما فرماندوی بدیا در حسابی همین ترمیناله. در داخل ترمینال. بله. بچه‌ها بعدن دلیل داره که درآمدگاه دا 3 سومونی میگیریم، واقعیت داره یا نه؟ کدام بچو؟ درآمدگاه سرجار رسول 3 سومونی میگیریم میگم. ما؟ ها. فرماندوی بدیا؟ ها. 3 سومونی میگیریم. ای کی؟ ای رونالدو. کدام رونالدو؟ نمیگیره. نه کدام رونالدو؟ خیلی گفتن خلاصا نمیگیرید و میگیریم. یو خی برای چی میگیریم؟ قاعده رو وایرون میگیریم، پروتکل ترتیب میکنیم. جواب شما میتیم میرو. ترتیبات داخل هم دست شما است. بله. برای کلاس مورد.
بسته جالب. سلام علیکم. تیری کار شما خوب هستین؟ راهبر سرویسگاه شما که؟ نه راهبر نیست. نه والا گفتن شما این که راهبر؟ نه مو گفتن همینجا میشه راهبری. تو همینجا میشی. این کابینتش مخفیه. نه اینجا کابینت راننده که تنظیمگاه. نه وای تنظیمگاه کابینت چوز اونجا شده. اینجا جای بغالتره. شما دیرکتوری автовокзал نیستین؟ نه نه. چیکار این شما نشون داره اینجا؟ ما موین. موین. راهبر از کجا که 4 جمله گپ زنه کردیم؟ راهبر از نیای تنگش میدونی. شما حقی گپ زنی دارین 4 جمله؟ نه. زنگ زنی برین چیزا شم نباشم بخشش. بیننده های عزیز ما در شهر وحدت آمدیم تا نزد ورزشگاه مرکزی شهر وحدت که طبق خواهش و درخواست یک گروه آبونچی های ما که حتما از این ورزشگاه دیدن کنیم و حتما از قسمت دیگر یعنی از قسمت پشت ورزشگاه ما یک جای دیدن میکنیم که شما خواهش کرده بودید و یادآور میشه که با قرار رئیس شهر وحدت امیرزاده رحمان علی در سال 2014 تحت رقم 1079 قطعه زمین جدا کرده شده است و این ورزشگاه هم باشه بخشیده به 25 حالی 27 میلی سال 2017 بخشیده به چند سالگی جشن وحدت بود اینجا. سال 2014 با بنیاد ورزشگاه برای 25,000 جای نشست سنگ اساس 27 سال 2017 قبل از تجدید جشن بخشیده به 20 سالگی روز وحدت فعالیتش را افتتاح بخشید با حضور پرزیدنت کشور و من شخصا شهر وحدت چند سال پیش با دسته فوتبال آوازه‌دار خیر وحدت میشناختم که حتی در لیگ عالی هم بازی میکردن. حالی همراه وارد میشه که ورزشگاه چه حال و هوا دارد. مادر عزیز بخشش با اجازه شما مردم راضی هستم بخیر از هر نگاه راضی هستم از رویش از وطنش از خانهش که خانه ما گرفتم کرایی. شما کی از افغانستان این طرف آمده؟ ما از طرف تاشکند آمدم. از تاشکند اینجا آمده. از افغانستان کی بیرون شده؟ از افغانستان 6 ماه میشه که من 6 ماه شده اینجا آمده. شما چی مادر جان؟ ما طالبا که گدواتی جور کردم آمدم. المام 6 ماه میشه 6 ماه اینجا تیر کردیم. شوهرم سرطان داشت در شفاخانه قره‌بالا بستر شد بعد از او وفات کرد. افغانستان روانش کردیم جنازه‌اش افغانستان 1 ماه میشه که شوهرم وفات کرده. اینجا مناسبت طبیبای ما با شما چه خیلی بود اگر آشکارا بگیم؟ اینجا باز
خوش هستیم اینجا قره‌بالا شفاخانه طبیبا چه خیلی مناسبت کردن دکترها با شما؟ دکترها خوب رویه کردن، خوب خوب کردن، خوب مناسبت کردن، خوب پذیرایی کردن. اینجا شما در وحدت چقدر اجاره میسید با چقدر قیمت؟ اینجا در وحدت ما کرا میدادیم 2500 تومانی. 2500 تومان برای چند در خونه؟ 2 اتاق داشت. گران نیست؟ نه گران است. گران است. شما چقدر میتید؟ ما 2200. 2200. دام میشینم. این جالب است که میگن که با آمدن شما در شهر وحدت نرخ خانه بالا شد، چون من خودم در دوشنبه با 1000 سامانی کیلومترم. شما چرا اینجا 2500 نرخ قد بالا برده دیگه؟ بر افغانا ما تو قیمت میتن بچیم، بر افغانا قیمت میتن. شما قیمت ما تندر خوبه. شما از هموطنان ما خواهش نکردید که نرخ ارزان تر کنه؟ دم ما خواهش کردم که کارم نمیته، کار خوب نیستم، که افغانا کار کردن نمیتونه. مشکلات زیاد دارم، باز 200 کم کرد 2000 کرد خلاص. حالی بغیر از نرخ گران اجاره خانه باز در وطن ما چی مشکل دارین شما؟ مشکل فقط بیکاری. بیکاری. مثلا شما چی اختصاص دارید؟ من گفتم اینجا مردای ما کار کنه، اما تا که اینجا هستم که زندگی ما یک ذره خوب شد. خود شما چی تخصص دارید اگر اینجا جای کار میخواید بیاین؟ من خودم تا 12 را خواندم، دیگه چیز ندارم. دیگر نخوندم. مردهاتون تخصص دارن اینجا اگر جای کار میکنن؟ چی تخصص دارن؟ انجینر تکنیک است. انجینر. ماشینای عکاسی جور میکنه، کامپیوتر جور میکنه. حالا این جالب که یعنی مردهاتون هم کار نمیکنه، زنان هم. شما از کدام حساب پس زندگیتون رو پیش میبرین اینجا؟ نرخ اجاره هم گران، چه زندگی پیش میبرین؟ مشکل است بر ما، یگان کمک اگر به ما بیا اگر نبیای چم تو با مشکل زندگی ما بسیار با مشکل از نگاه اقتصاد. از نگاه روانی چی؟ از نگاه امنیتی چی؟ از نگاه امنیت خوش هستم. از نگاه روانی اقتصاد مرا مشکلات روانی پیدا میکنه. حالا مادر جون برای من جالب، شما در ورزشگاه من میبینم شما رو. خب این مادرها باشن، این خواهرها دیگه نمیخوام. شما در ورزشگاه چیکار میکنین؟ جالب برای من. دور میخورم، دور خورده، ورزش میکنیم. ورزش میکنم. که صحت ما خجور باشه دیگه خیره. کسل هستیم از ما از فوت شوارم بود بسیار کسل شدیم. دلم تنگ است، اعصابم تک است. میایم اینجا ورزش میکنم که اگر فکرم دیگه شود تازه شد. افغانستان یاد کردین؟ افغانستان. از کدام گوشش بودید شما؟ از خود کابل بودیم. شما؟ ما از اطراف بودم که زندگیم در کابل بود. بغنی چی پیام دارد؟ برای من جالب است. شما؟ نه بغنی. بله. والا در پس غنی. والا در پس غنی. با طالبان چی که دیگه کشور را صاحب شدیم؟ طالبان خدا گم کنه، از دست طالبان تکت کشیدم. خوب زندگی داشتم در کابل، خوب اقتصاد ما خوب بود، زندگی بچهای ما وظیفه داشت، ما خودم وظیفه داشتم. همینجا در بدر شدم به طالبان، چی بگم؟ خدا طالبان را گم کنه. حالی اونا میخوان که وطن آباد کنن، دوباره شما دعوت کنن، میرین یا نه؟ میرم. اگر آباد چه امنیت تامین کنن میرین؟ میرم. چی میکنیم بچه؟ میرم وطن ما بسیار خوب وطن بود. خود شوهر ما همونجا روان کردم، جنازهش همونجا روان کردم. قبول کردن جنازهش؟ همونجا بچه‌م در کابل است، بچه‌م در کارتینه. امنیت دارد پسرتون در کابل؟ نه. ندارد. تا بچه‌ها تا دختر از ما هم در کابل. از شما در کابل. خدا کند که ما شما رو در کابل ببینیم دیگه. خدا مهربان. اینجا امنیت است ولی وطن شیرینه. مگم اینجا بسیار امنیت است، از نگاه امنیت بسیار خوب است. ولی وطن شیرینه با. وطن شیرین است. زنده باشه مادر جون. بخشش وقت شما را گرفت. اما درود به شما. شما خوبه؟ شما اینجا پاسبونه؟ اینجا من پاسبون. برای چند هزار ورزشگاه جا دارد؟ 25000 تا. 25000. آخران چیزی که معرکه ورزشی که گذشت چی گذشت اینجا؟ 30 سالگی تاجیکستان. 30 سالگی استقلال این معرکه سیاسی است، معرکه ورزشی در نظر دارم. فوتبال. دسته خیری وحدت در اینجا تمرین میکرد یگان زمان. کجا شد دسته خیری وحدت؟ حاضر وایرا برهم دادن وحدت و دوشنبه. وحدت و دوشنبه شد. در همینجا تمرین میکنن. همینجا تمرین میکنن. من میبینم که اطراف ورزشگاه با تعمیر کلی نیاز دارد. چی سبب است اینجا؟ چی مشکل است که اطراف با خراب شد، اطراف ورزشگاه ویران شده؟ اكو وایرانش که حق گفتیو که دور پیش گفتیو که ساز بود همش. بعد اكو گفتیو که این گرد گوشه هم ساختمانی سر شد، دزدی و گرگی سر شد همش. کی میدزدد؟ اینه اكو هیچ که گفتن نمیتونه. شما همچه پاسپورت ندارید که کی میدزدد؟ خب ما را میبینن میگریزن، نیستم.
ما شب و روز در همینجا شد به غرض من 4 قراول دیگه هم هست در نقشه است که یگان بازی فوتبال اینجا برگزار شود. برگزار هست این همین سزون همین آینده ده ان شاء الله وعده کمانده نو لیگ یکم یا لیگ دوم یا لیگ اولی؟ لیگ یکم. لیگ یکم. یعنی لیگ یکم. شما وقتی که مخلص فوتبال هم هستین؟ هستیم. برای کار. برای. این مادر جانای ما یک پیشنهاد دارم به دفتر گریزه؟ به دفتر گریزه که باید ما را کارت سرخ بده. چند ماه شد شما انتظار کارت سرخ؟ ما یعنی 7 ماه شد بچه ها که 13 ماه میشه که آمده کارت سرخ تاول نداده شه. از روی قانونگذاری در چند ماه باید کارت سرخ بگیرید شما؟ باید 9 ماه بعد. در 3 ماه بعد. نه 9 ماه بعد میگن. 9 ماه بعد قانونش هست. 6 ماه بعد، 9 ماه بعد، 6 ماه بعد. ولی این جالب باشه که کارت سرخ بگیرن برای شما چه امتیاز میشه اینجا؟ کارت سرخ بر ما بده اجازه کار میده که اینجا غریبی کنه بچهای ما. شما چشم هم ندارید کارت سرخ؟ نه ندارم من مشکل دارم. دفتر گریزو چی میگه وقتی که میرین؟ میگه کمیسیون هنوز دایر نشده. کمیسیون نیست خب کمیسیون دیگه ما نمیفهم که چه وقت دایر کمیسیون بین الملل است که در وطن ما باید این کمیسیون تشکیل شود. دیگه شاید در وطن شما باید کمیسیون باید از طرف حکومت ما تأسیس شود. سلامت باشید چجوری؟ شده میشه. لیفت در ورزشگاه مرکزی شهر وحدت ما را 4 آشنا بالا میبرد و هم تو این برای ما غیر انتظارم بود. خدا کنه که چنین ورزشگاه ها زیاد شد ولی دوباره تعمیر شود. با خیلی دیگه از یاد ما نبروریم شونه دیگه. میبینیم از بالا ده. انا هیچ چهارم اتاش من ببین. چهارم ماشین. واو. شرایطی ویپ دارن نه؟ این برای مهمونای خاصه وقتی که میبینم. مهمونان جناب میاد. پرزیدنت کشور آخیرا بار همین نقطه کی استفاده شد همین گوشه؟ 30 سالگی ده وقتی با فوتبال میشه اون استفاده باشه. مثلا وقتی که معرکه‌های ورزشی میشن اینجا کی میتونه حق دارد بدرد این شرایط فوتبال تماشا کنه؟ این بچه‌ها رئیسای کلباز واقعا از این نقطه تماشای فوتبال که من بار اول آمدم امیدوارم که شکوه و شهامت و شوقش دیگرگونه میشه. شما چند سال شد اینجا پاسبانی امک جان؟ انا حساب کردی سال 4 سال. معاش چقدر؟ شگری خدا میرسد 520 550. نمیرسد کو. شگری خدا کم نیست؟ خیلی شگر همیشه دارم. نفقه هم میگیره؟ میگیرم نفقه. چند سو نفقه؟ 621. هزار و چند میشه؟ این شما خودتون تنها میرسد دیگه؟ نه به خودم به میرسد. شگری خدا 5 اویلا داریم 5 فرزند داریم. اونا ان شاء الله یاردم میکنن. اونا هم یاردم. زنده باشین و تشکر برای یک سیاحت خوب کوتاه. بیننده‌های عزیز اینم قسمت دیگری ورزشگاه. یعنی قسمت شرقی و شمالی و جنوبی. قسمت غربی ورزشگاه در آمدگاه قسمت غربی که در راه اساسی است و اساساً مهمان‌ها از اون در وارد میشن. همه چی خوب، همه چی اوکی، همه چی کلاس زود. ولی این قسمتی که 3 طرف دیگر که از راه اساسی پنهان میماند ببینید وضعیت ورزشگاه چه خیلی است. خیلی حالت خراب نگران کننده و عموما روی تعمیر داخل دیدگی نیست. فقط شیشه بندی شده است و شیشه هم دوره به دوره شاید با شمال یا با دستی مردم شکسته شده است نمیدونم ولی داخل خیلی وضعیتش خراب است. همراه میبینیم. خیلی ترسناک است اینجا جدی میگم و اینم وحدت همون ورزشگاهی که ما قسمتش دیدیم واو ولی این قسمتش ببینیم در یکی از راه‌های جماعت کریم اسماعیل شهر وحدت ما میدانچه خود فوتبال میبینیم اینجا متاسفانه با زبان روسی هم درخواستش هست خوب میشید با تاجیکی ولی بسیار گوشه آباد برای فوتبال
بسیار خانه‌های زیبا، یکتر، خیلی خوب، آباد. ولی برای این مردم محل باید یک مکتب هم ساخته بشه طبق اطلاعی که شما برای من دادید و خواهش کردید که ما حضور بیاریم. معلوم است که اینجا کدام وقت یک تابلو نوشته بود و در پس منظر میبینید که یک مکتب نیم ساخت و نیم بنیاد هم ایستاده است. همین چندین سال بود. حالا ما از نزدیک میبینیم و تلاش فکره که با ساکنای محل هم یک صحبت انجام دهیم. در ضمن اینجا شمال علاق میگن، خیلی شمال سخت است، هوا هم خیلی خنک است. مکتب اینجا خیلی سال شده چند سال شده؟ 6 سال شده. 6 سال شده. شما هم 6 سال زندگی میکنید. این مکتب پیش از 6 سال بوده که 6 سال شده نیم ساخته. 6 سال اینجا شده ده. نه مکتب که هم خیلی نیم ساخته موندگه. مکتب 2015 مگه ده ساختمون سیمور رفت میخی رفت بعد همون تا خیلی موند. مبلغ گذاریش کی بود؟ میگن که یک شیخ عرب بود یا که کی میگن صاحب کاری وطنی بود؟ نه عرب بود. دیگه مبلغ گذاری نکرد. چی شد که مکتب نیم کلامو؟ بعد ساکنای این محل بچه‌هاش کجا مکتب میرن؟ دهه ایستاده بود. ها؟ دهه ایستاده بود. چند کیلومتر بالا میرن؟ 1 کیلومتر زیادتر است. 1 کیلومتر برای شمال. بچه‌ها شما اونجا میرن؟ بس حتما همه کسا بعد مکتوب نکردید مقامات اجرایی کننده دولت نوحه شهر وحدت که مکتب به صورت داوم شد. خیلی که این بو قانونو میدونن رئیس محله مقصد یوم میدونن که یا با فکر یادو بر کرده که نامعلوم بود. صاحب کارا نیستن داخل شما که حساب صاحب کارا شد. برای همچون مغازه چی خیلی ساختمان خرید چیزای مسائل ساختمانی میخرن مردم. مایده کمی کدومش که رسیده است ما میکنن سودا. پیش از پاندمی سودا خوب بوده که بعد پاندمی پیش خوب بوده کوز یک ایسوی کسلی مردم بسیارش نرفت سودا سستره. ساختمان کم شد. یعنی وقتی که مردم رسیا میرفت ساختمان زیاد بود اینجا. تقریبا مردم زیاد چی میخرن اینجا از مسائل ساختمان؟ اون سمین میخره، سیم میخره. شما محصولات خام کجا میره؟ محصول شما از کجا میره این محصولات؟ ای میرن از زاود یا خود میگن یه مهیر میگن بیاد. السلام. شما چخیر؟ بخشش من دلیل روزمانگی شما خوب هستین؟ شکر. در نگاه اول وقتی که من بینو دارم آمدم هیچ کس نمی‌افتم هر روز که مردم کجا دارن؟ ما سمین یکم جواب دادیم. آها. سمین یکم جواب دادیم. سمین دوم ساعت 1 سر میشه. چند خواننده داره سمین یکم؟ سمین یکم 36 تا. 36 خواننده. صنف یک. صنف یک دو. یک و دو. سمین دوم؟ دوم انا 3 و 4. بعد 4 کجا میرن بچه‌ها؟ 4 نوباد مکتب رقم 66. اینجا دهه عبدالآباد. دهه عبدالآباد. اولادا میخونن. اولادا. خواهش اولادا برای درس خوندن چه خیلی است؟ خواهششون سسته. بسیار روز سهرا میریم ای خونه‌شون میره. برای چی نمیخوان خوندن جولی؟ اگه پدر و مادرشون اهمیت نمیدن با همین دعوای میگردن بسیار سهر میخیزن میرون اونا خونه ده هیچ که نیست بعد سهرها دیر میخیزن ای خوب شما راهبر همین ما راهبر ماست قبلا این بینو چی بود؟ از اول این مسجد بود یا نه؟ میگن که مسجد بود اول نه مسجد نه این بینو اینجا گاراژ بوده گاراژی کلخوف بعد همین ایش مکتب میگه این قلاورخونه همون گاراژ اینا در واگن میخوندن حالا یک بار همین وارد شیم داخل یک هستیم نمیشد که این برادرها از این اولادان در شرایط بهتر در وضعیت بهتر در امکانیت‌های بهتر در شرایط فکر می‌کنم شرایط خانه کننده اگه شرایط اگه مثال محله باشه صاحب کارا باشه یخشون یک بیان یک طلبنده وقتی که ما ریمون میشه پول میگیم ایش ندارم با هم یکون گوایی که در سمیت ایوای ماموش و ایوای میگیریم با ایش وظیفه وزارت مالی وظیفه حکومت جمهوری است که تعمیر مکتب و ساختن مکتب چرا صاحب کارا باید بسازن اگه هست وظیفه ویا هم هست انا
хай бо соҳибкоро бо мисол маҳаллое ки бо соҳибкорош ҳаст пулваёш ҳаст бо мактабош мактаб месозанд ай мисол ё камтар ёрдамш намекунанд. یعنی این تخت‌های سینف از کدام سال مونده باشد اینجا؟ تخت‌ها رو نمی‌دونم مگه تخت‌های خیلی قدیم است نه؟ ممکنه از دوره شوروی مونده باشه از نظری که اول است. و این میز و کرسی ها هم فکر کنم خیلی سال پیش بیاد. یا برمی بکنم که یه بنازدیکی وارد حالا همین خوب بنازدیکی است همین میز و کرسی ها؟ همین که 4 سال شده باشه 5 سال شده باشه. آی کرسی خمونه داره دیگه ببینید کرسی شکست دیگه. و چطور شما معلمه صنفی ابتدایی چند سال تجربه معلمگی دارید شما چجور؟ همین سال 21 سال. 21 سال در همین مکتب فقط؟ در کجا؟ دیگه مکتب. معاش چقدر است مخفی باشه؟ یک هزار سوم. با 21 سال تجربه کاری میرسد برای زندگیتون؟ خب برسه نرسد صنف کمه طلبه کمه همین قمیش ما باشه. این هم حجره دیرکتر؟ این خونه آموزگاران اکن. خونه آموزگارا خدای من در عصر 21 میدونم که اولادو نمیخونن درست که نمیخونن ولی خواهش میکنم از مسئولین از وزارت معارف از راهبری شهر بغداد که اخلاق آموزگارا قدر کنیم مایل اولاد نخونن ولی آموزگارا در این شرایط خنک اینجا با این برادرها بخوره هم دو تا بخوره برای بچه‌هاشون بردن دیگه برای بچه‌ها سوخته اونجا بودن خونه آموزگارا خودش خیلی سرد است و شرایط چون یعنی در عصر 20 موندگی است ما تقریبا چیزی از عصر 21 بغیر از کرسی شکسته متأسفانه نمی‌بینیم دیگه این کرسی هم حالتش خیلی خراب است و اینم کتابی خونیشه که یک طلبه باید در صنف 2 بخونه یعنی بعد چند دست است البته از ما استفاده برنده ها هم وابسته است ولی فکر میکنم که سوال خونیش هم باید کتابم سوال خونیش داشته باشه در حالت خیلی نگران کننده است این کتابی تو صنف چند خوندی؟ توصیف 4 در کجا؟ به همجدد مکتب رقم 122 چرا دوامش نخوندی بچه جون؟ پاسپورت این کدام چی را؟ پاسپورت شهادتنامه تولد اگر برقرار کنه خوندن میخواستی کدوم مکتب رفتی که تو را قبول نکردن بعد صنف 4 با یک دو مکتب با تمام کردم قطعه پچم بودم دیگه نمیخوای درس خوندن چی کارا شدن میخوای با کلان شوی کلان شوم میخوام که طلبه شوم اینا مکتب روی احوال چی مشکل داری خیلی نبگن که تو را ما قبول میکنیم به شهادتنامه تولد بیا بخون میری میخوای خوندن اینا اولادو نیستن سلام چیه باشه چی نام داری روزبک تو چی شهرام تو چی من دومگی اولاده آها صنف چند دور نبستی صنف چند صنف 5 ماه صنف 5 کدوم مکتب نه مکتب اوجا تو صنف 4 ایکو بعد صنف 4 دیگه نرفتی تو صنف چند من صنف 5 کدوم مکتب دا میخونی همه او اینجا صنف 4 زیاد نیست در این مکتب کو حالا ابیات خونم صنف 4 صنف 4 با وقتی مکتب چی چون نمیه اول میایم ابیات خونم مکتب داور تیز کنی مکتب میه داور اوچت کو بس مکتب رو هوای میگیره فقط ها بیا کامورا من بخونم مکتب یک تا بگیر یا تا بیا که یا تا داماد چاته یا تا داماد بیا کار چاته میکنیم نشمو کلانون التماس مکتب بریم بیا کامورا گیر اوشا تا آبش تتراد گیر تتراد یا تا گیر یا تا او جرام آیو خیال ما بینم کی اونه ها جرام همه یا تایی میگیرم ایلان که ما بینم بین اولادات اتفاقی هست یا نه نفس بعد نمیکنه همه یا تا میگیریم لیکن برادر التماس
ای من یوردم من دلیل مالی روزنامه‌نگار که این مکتب و این کودکای ما مکتب بروم ای مکتب نگریزم همه یا تایی میگیرین یکی التماس یا تایی بگیرین یک تایی همه یا تایی خانی روچکا نداریم درود تمام شد روچکا بخواه برا بگی بیا که نداشته دیگه جزیر کردی کارو را بانو ولو یا تایی به با همین چی باید دوتا گرفتی؟ دو تا نگی ایران بود تشایی کساش داکم این ایده تیاتا شد جدا روچکا تمام شد ایده یا تیاتا کسی نگریف یا تیاتا کی ده نرسید بتن وشاکه کی ده نرسید یا تیاتا بچه کی آینده گنرال میشه هیچ که گنرال نمیشه گنرال کی میشه یه بچه کی وزیر میشه وزیر یه بچه دبای اولادش که وزیر گنرال نمیشه ای خدای من بشه بیا جا گفتی که مکتبی کلام کشه بیا خیلی بگو 4 جمله خودت کجا ده میخوری دو در جون من نمیخونم مکتب توصیف چند خوندی توصیف نه خوندگی کجا نخوندی مکتب میتونی رقم یک شهر برای کرد دوامش برای چی نخوندی دو در جون وجود نبود میخواستی دانشگاه برا کدام اختصاص خودش خوندن داشتی کدام اختصاص خودش داشتی بخونی اختصاص پگرانیش نی میخواستی سرحدبان شوی برای میتونستی خدمت بری تو اتوماتیک سرحدبان نشی دیگه بعد ادامه کار میکردی نه اخی وایو گفتن که نمیشوه تو خود میخواستی امنیت کار بدرو امکان نداری بخونی تیا 1000 تومان خواهش چیه بگیر آقا خواهش چیه خواهش اینم قشلوق ده مکتب کلان کشه انا برای که این قشلوق ده توصیف 4 میخونن اوسوش بچه نشد نداره اخی او بعد معلم‌ها هم میگن که بچه‌ها خودشون خواهش خوندن ندارن که همین اگر بکشن خواهش خوندن میکنن همین 25 طلبه میبره همین 25 دای جا 100 طلبه کمیش هم داد یک صنف 25 طلبه میبره اونجا 2 تا صنف فکر دو تا صنف نه اخی 10 تایی میبرن برای کار همه کسا رحمت این را باشین کی در دفتر نرسید؟ همه در رسید خیلی جماعت دهات گلستان شهر وحدت طبق خواهش شما بیننده عزیز ما آمدیم به ده و میریم مکتب و باغچه کودکستان خصوصی بانو جماعت گلستان شهر وحدت چند سال پیشتر با حضور پرزیدنت کشور به استفاده داده شده بود و حال همراه میبینیم که در چه وضعیت است. های دراش محکم انتظار نداشتم باید کار میکرد. کودکستان خصوصی بود است. راهرواش همش در حالت خوب به نظر میرسه. یگون کس هست؟ ببخشید ما در این داخل باغچه این مادرجان رو خوردیم. شما چی کاره بچه جان اینجا؟ من لحاظ گفتی یعنی انکا بده مولا جال بیکارم من تایر پاسبانم ده میانکا بده اینجا این باغچه کی کشوده شد؟ این 2008 سال 15 بود یا 17 با حضور پرزیدنت کشوده شده؟ سوال آچی پرزیدنت کودکا کجا دارن که در این باغچه کودک نیست؟ کودک نمیورنشون میگه که بیکارم همش آدمای خونشین بچه‌هاشو رسیانکا هستن نمیور شرایط کی ندارن نمیور چند سوم از این کودکستان خصوصی را کودک موندن؟ چی پولش؟ یک کودک در یک ماه چند سومون است؟ 130 سومون 100 سومون سال همین چی شه 30 سومون حقی
چی پروداکتشون هست. شما اون روزی که قبول کردن در حضور پرزیدنت کودک داشتید من دیده بودم. تو کودک‌ها کجاش داشتن؟ چرا دیگه نامد؟ وقتی پرزیدنت قبول کرد این کودکای ما نبودن. ای گروه ای رایون آوردن. بعد که پرزیدنت را همین 4 گروه پر بود. چی باید خیلی کردن یعنی در پیش پرزیدنت کودکای دیگر آوردن کودکاش؟ آخه نه تیور میکنی کو. این کود صدقینده کودک نداشت کوک. اهالی بچهای محله تو کارانتینا بودن یا نه در اینجا؟ همین کارانتین پاره پیرور کسال سخت چی دیگه منشی ده گروه کار نکی میکرد. کار میکرد همین کسالو این بار دیگه نیاورن. نمی 8 روزی است که اومده گفته سنم اپا وی میکنه گفتم نصیب باشد تا همین 10 فوریه شول موش میکنیم. یعنی مردم اومده بو میپرسه به هر حال چند نفر؟ حال نهازک پرسیده امنم کارگراش میپرسن. کارگرا همکارای شما؟ اما اوشتون چه بود اینجا؟ ماوش مخای زاویس ایامین چی میگرفتیم نی؟ تو 500 دقیقه با کودک زیادتش بولگون با بلند میشه. ولی عجیبه که یعنی بینو خوب ولی من داخلش میدونم که با حالت خراب است با تعمیر کردیسن. چی باید همه بینو ناو 3-4 سال پیش ساخته شد با اینا تعمیر دارن. نه تعمیر سوز اکا. نه با تعمیر دارن که نه آخه اکا همین تروباش کافی زمستون او یخ کر ای بالا کافی. اون طرف همش آباده. در این گلستان با یک سایدی که دیگه مسئله بخچه دیگه. اون بالاتر کرد. اونجا میبرن کودکاشونو. نه اونجا برن یک چند قبورن امی 5 کس رفته به کودک. و 5 کس اکای نخورانشون یا پروداکت قیمت چی نرخ ختم کم میدون. ولی عجیبه که چرا در نزد پرزیدنت ما نشون میدیم که همه چی خوب یعنی کودکا را میارن همه چی ولی نه خشره بده خشره بده من بسیار آدم خشره میومد امی کارانتین چه خیلی شی. ولی انتظار دارن که میایم با خودتون. ان شاء الله اومده پرسیده سالمون. گفتم یک سه کارگر بگیرم معلمه یک معلمه نغز بیاوم که کودکا رو تربیت از کجا میگیرین کدوم معلمه را؟ حالی پیدا میگه معلمه را گفتیم خوندگی آخی باشه که مثال بدون اکا. شما خوندگی؟ من خودم خیلی خوندگی میشه پرش نخوندم. گفتم بیاریم همین چی کنن. یعنی 2 آشیانت ما فکر میکنم که تقریبا چند تا 10 تا سیمخانه زیاد است اینجا. یک چی از پالنیای یک تاگه جای همین بازیکنی و خوردن شد. در جمع چند کودک قبول کرده میتونه بخچه؟ 20 تایی دارن. 20 تایی؟ 20 تایی دیوان دارن. چند تا دیوان میشه در جمع نباشن؟ 120 120 تا کودک میتونه قبول کنه. ان شاء الله اگه که بیایم ما دوغ مکه که باغچه بسیار شه ما گفتیم زندگی ما ایرو همینه. سلامت باشین اوچه جون برای کار شما ده. شهر وحدت جماعت دهاتی گلستان و در پس منظر ما ایستاده است مکتب تحصیلات میانه عمومی 132. از بیرون 3 آشیانه خیلی زیبا خوشتر خوش رنگ همراه وارد میشیم که داخل چی گپ وضعیت است. من بخشش خونه استراحتی برای من جالب است. چی خونه است اینجا؟ این خونه که کودکان لباس میکشن گاردیروب خونه میگن چی میگن لباس. جای لباس آویزی است. جای لباس آویزی. یعنی سیمخانه و کریدور گرم است که بچه‌ها میتونن لباس شون. بله. نمیشه این در هر یک سیمخانه باشه. صنف مایدگی میکنند. یعنی هر یک صنف اینجا هست؟ هست. و گم نمیشه از هیچ کس. اینجا با مخصوص کارگری داریم که نگاهبینی همین فرما لباس‌ها در گردنی باید گذاشته است. ادامهش میریم. من واقعا بیننده عزیزم میگم زنگوله را یاد کردم. این زنگوله دوره اشتراکی چه زنگوله‌های موثر نداره برقی؟ هست. هست. کار میکنه. اما ولی زنگ زنگ بچه‌ها میبرن نمیبرن. اما از سببی که میشود روزهایی که در اینجا برق نیست با زنگ دستی استفاده برده میشه. ولی این زنگوله صداش خیلی خمار داره. آدم خمارش میگیرد. نوستالژی است. ادامه میریم با اجازه. سلام بچه‌ها. بخشش تشویش دادیم عذر. نه یه لحظه بخشش همین سیمخانه برای من جالب است. کدوم درس گذشته سه معلم جان؟ زبان روسی. تاجیکی گپ زنم ممکن است بخشش در دست دارم. ده؟ سلامت باشین. چی شد چی با اون بچه‌ها راستن در قفا؟ دیر آمدن نکازینی. دیر آمدن؟ بله. جزا تو دسته شده. کو همه بار جوش نشینن؟ سیفون آرا داده شده. نه بیل آرا داده شده رامونه. یعنی بچه‌ها جو ندارن. از سببی که چی شد یعنی واقعا با از سببی که شماری خوانندگان وقتی که موثر شده شد زیاده از 26 نفر باید خوانندگان در یک سیمخانه جو میگرفتند. از سببی که نفرانی زیاد از دیگه مؤسسات به اینجا آمدن شماری خوانندگان به نهایت زیاد شدگی. طلبات اینجا زیادتر طلبات زیاد شدگی.
بنابراین یک مؤسسه که کهنه شدگی بود در 71 میگفتن و من فیلیال کرده 4 سیمخونه در روز نو شدگی. طلبات جوابگو از کهنه هم باشه. بهترین رفته میبینید. بچه‌ها چیکار میکنید؟ شما تو آخر راست میشته نکنم خیر. نه جو دارم. نه ندارم بیچاره خدای من زیخ کردید منو. کجا با جا میکنید؟ من دو یک این سیفی روسی مونه سیفی بلو در درس گذاشته است بله. درس نمونه معلم بخشش تخته سیفا چیکار کنید روی حالشا؟ تخته سیفا روی حالشا چیکار کنید؟ وضعیتش رو ببینید واقعا من واقعیت را گفتم. این سیمخونه که شما میبینید این سیمخونه تحصیلات تو مکتبی نولوی میگیم. این سیمخونه برای سیمخونه نولوی گرفته. عروسا اینجا چیکار کردید؟ اینجا با از سببی که سیمفو پر شدگی برای هوا ایجا واردگی شنوندگی هم. بریم دیگه سیمخونه. این درس کابینت زبان روسی از برده من نشان میدم. اینجا دیدین که برای تو مکتبی گرفته شدگی برای هوا دوستکشون هم خورد. یعنی برای بچه‌ها درس دیگه هست ولی اونجا بند میکنه. سیمخونه یا عدل نه. ولی بند آخه. بند. طلبات هست از این میبرن فقط شرایط باید زیادتر شرایط زیادتر کردن معلم جان بخشش بچه‌ها خیر ما با شماره دویم مناسبت با معلم با صنف فیزیکا بودیم کسی هست؟ سلام علیکم بچه‌ها معلم سلام بخشش بسکو کیته ببخشید من دلیل روزنامه‌نگار درس نیست میرفتم ساعت معلش معلم حق داره مدت درس رهنتی حق داره اجازه داره راست میگم ما اومده ما حق دارم اینجا نه من نمیخوام الان میخوام معلم منو پیش کنه من میبرم تمام حق دارید معلم منو پیش کنید درست میگی شما درس شما حق داره کشما کامرتا نه نمیکشم ما به حضور دیرکتور مکتب اومدم جانم شد بله خوب فهمم فهمم سلام این کابینت فیزیکی که تمام تجهیزات اینو کار ندارم شما گید من تمام تجهیزات دیده میشود با دسکه الکترونیک با ویدیو پروژکتور با کامپیوتر درس گذرانده میشه از سببی که امروز خواننده ها درس تربیوی دارن با رهبر صنف ما نتوانستیم که مثلا درسایی که با کامپیوتر دیده میشود نمایش داده توانیم دیگر بزرگ کار میکنن دیگر بزرگ کار میکنن با فایزی سر سلامت باشید خب اینجا آشخانه یا مغازه مؤسسه است که واقعا در شرایط خوب ولی سرد و فعال نیست نمیدونم من اینجا شاید شما گفتین که چرا فعال نیست آشخانه مثلا چرا فعالیت نمیکنه آشخانه خیلی این کارخانه این استوابی که در ما هست آشخانه این ارنده گرفتگی از کدام جهت من نمیدونم خیلی برای چی فعال نبودنش که صاحبی هم استوابی خودش دامد شما نپرسید که چرا فعال نکرد زیرتوبه شما نیست اینجا نه ما در زیرتوبه نیست داخل بینی شما هست داخل ما هست که ما توبه ایدن کیسیف در جای تیرزه نصب شده با بخشش بزرگ زیاد تمام معلوم بخصوص نشونتون واقعا نه تمام ها این تیرزه کی شکست است که بجاش تخته سیف چسبوندید وقتی که شمال بلند شدگی به تیرزه شکست است پگو حلش کرده میشم پگونی همین هفته با همین هفته حلش کرده میشه چند هفته شکست این تخته یک هفتهش اینا بچه‌ها شمال شکستگی اینا دیده سی که دایج آرماتور مونده اینم درآمدگاهی یکی از کورپس یکی از بیناهای این مؤسسه‌ای که ما وارد شدیم و بالاش بمب‌پوش شده است یعنی ببینید شما بالا بله واقعا این در حالت همین درآمدگاه در حالت سلامتی قرار دارد ولی رهبریت مؤسسه گفتن که ما اینا بالاش بمب کتی شیفر کتی پوشونده این تعمیرهای الهه‌ای که شما میکنید از خود مبلغ گذاری از حساب والدین از حساب بودجه حکومت است از کی است هست آدمانی که سهم خودشون به همین مؤسسه میگذرونن برای آبادی انا یک آدمی که از حساب خود یک نساس آبکشه که برای حاجتخانه مؤسسه از حساب خود کرده دو
صاحبکار است؟ صاحبکار. از همین محله خودتون؟ از همین محله خودم. میتونین نامش شناس شیم که این آدم خیرخواه کی بود؟ جابیروف. جابیروف کی؟ جابیروف. نامش نمیدونی؟ نامش همین ناساس آبکشی؟ ناساس آبکشی. اون بوچکه که 10 تونه که من گفتم چکوری 60 متر از چکوری 60 متر آب کشیده میبرد. کار میکند؟ طولی 5 سال کار نمیکرد. همین سال کار داد اومد از من گریون میکنم ببینید که آب کشیده در بوچکه 10 تونه میپرتاید. این با دستگیری کی این بوچکه و این مساس کار داد با دستگیری رئیس جماعت و با دستگیری محله و با دستگیری معلمانی همین مؤسسه با کار دارم. وظیفه این با کجا آب دادن است؟ وظیفه این با تپلین گرم دیگنده مؤسسه. خورتا اونجا آب میته اونجایی که ما بودیم؟ آب بازی میبروید بعد 10 منوت بوچکه 10 تونه ما پر از آب میشه. در 10 دقیقه؟ در 10 دقیقه. این چکیدن آب هم نشان داد که یعنی بالا را پوری آب کرد الکه. یعنی با بالا آب داد. خب در برابر پرابلم هایی که ما در این مؤسسه دیدیم از این آبادی ها ما انصافا میگیم که مثلا راه روها واقعا سنگفرش است، خیلی خوب، دو طرف درخت های سبز. اینا آشکارا من باید رو کراس بگم که معلم بعد نگد که ما فقط کمبودی میگیم. معلم هم دعوا کردن که چرا شما فقط مشکلی را میگیم. خب اینا معلم ما همین آبادی را میگیم، خدا را شکر. اینا میخوام فهمم که اینا در برابر همین دستگاه آب رو چیست؟ از روزی که کووید 19 شدگی بود ایده خلور گرفتگی بودن وقتی که مثال وای کردگی دستاشون شسته در اینجا اونجا آب دیدین. بله. برافته آب قطعی وای میکنن. معلم جان همین در مورد بینا ما گفتیم. اگر اهمیت داده باشد من ببینید بینا الکای جغیدگی از آشیانه بالا سر کرده است تا پایان بینا جغیدگی. این دیرکس ساختمان شدگی. 2015 این دیرکس ساختمانی کی بود و چرا در این شرایط مکتب ساخته است؟ 2015 وقتی که بینا رو ساختند راستیش همون فیلیال کمیرش ساخته شدگی است. بله. راهبرش من نمیدونم. شما با کجا گزارش کردید که این بینا قریب هر یک سیمخونه‌اش در حالت صدمه‌ای است، جغیدگی است خیلی؟ از معارف اومده دیدگی بودن، گفتگی بودیم. حجت به بیان نیست. اون چیز که عیان است حجت به بیان نیست. راه حل چی است به نظر شما؟ بینای نو یا که ایران میشه تعمیر کرده؟ تعمیر کردنش میشه. وقتی که جغیدگی است فکر نمیکنید که میتونه در حالت زلزله اگه مشکل ایجاد کنه؟ مشکلی ایجاد کردن وای مثال ته کرسی این مستحکم ته کرسی مستحکم فقط میتونن ساختمان هوچیایی که مثال با واسطه سیتکه کشیده اثر نو شکتور کنند. سلامت باشید معلم. اثر نو شکتور کنند. من قسما اختصاص اوله من ساختمانچی. اختصاص دویمتون؟ اختصاص دویمم فیزیک تکنیسکا برودوانی. سلامت باشید. در یک گوشه مؤسسه ما نیم پیکره مادر دیدیم خیلی زیبا خاکسارانه. بله نوبنیاد هم هست. این تا 8 مارت ان شاء الله با امر خدا اگر نصیب کردگی باشد با دستگیری رئیس جماعت دهات آباد کرده می شود. در پس منظر من یک باغ خوب دیده ایستادم. اون باغ اگر که چی درختای میوه دهنده است؟ اینجا سیب بعد زردالو گیلاس دیده می شود. کدام سال بنیاد شد این باغ؟ 2015 با دستگیری معلم استاد فیزیک پیروف رحمتشو کریموف گیو. سالانه حاصل داد حاصل این کجا میشه؟ حاصل این را جمع کرده معلمات داده می شود با یک نرخ ارزان که مثال این مبلغی که از معلمات ستونده می شود برای آبادی همین مؤسسه واگذار کرده می شود. مکتب بچه‌ها حق خوردن دارن یا نه؟ می شود. حق دارن. حق دارن. حق دارن. ما با سیمخانه صنف چند در آمده؟ 3. همه در جا میرسه؟ یکم کاملی هست شما؟ سیمخانه گرمی داره؟ چند سال شد گرمی شده گرمی؟ 3 سال گرم شد. این سال گرم شد. ولی معلم جان بخشش نگو اتفاقی داره. بلکه این سیمخانه واقعا نسبت به دیگر سیمخانه ها گرمتر.
گرمی افتاب است بخوام برای که اتاپلین همه اتاپلینی است. نه ما شما گرمی افتاب این طرف شد. گرمی نمیدید از سببی که با یک دیگه گرم میزنم که انگشت عینی باشد سیمخونه گرم میشه. انگشت رومید؟ انگشت رومید گرمی نداره. بچه آینده کی ژورنالیست میشه؟ دست برمی. ژورنالیست؟ چی کار است ژورنالیست؟ در کجا کار میکنن ژورنالیست ها؟ کی گنرال میشه؟ گنرال. گنرال هم تو میشی ژورنالیست هم کی بانکیر میشه؟ آفرین. بعدی بانک ها مفلس شدن که صفی بانکی رو کم شده. ولی اینجا این ستیل آب چی است؟ هم علیمه جون؟ ستیل آب تازه. برای چی است این؟ دستش رو بیرون میرن میان. بعد دستشوی داخل. بعد عجیب که نه عجیب که داخل سیمخونه این نفهمیدم پیالات چوینی اینا چیکار میکنن؟ ها نفهمیدم علیمه جون بخشید. اینا چیکار میکنن؟ عبید میکنیم برای عبید مونای. آشخانه داره نه شاید در آشخانه خوره. آشخانه داریم ما که آشخانه کم ترک با خنک ترکه. خنک ترکه. خنک ترکه. اونجا ولی نمیریم ولی گرمی شد هم جمعی. بعد ندارد محصولاتی که ما گفتم. محصولات نه ندارد. از خودشون برده خورن آخه. از خودشون ممکن نیست. ممکن نیست. وای مورد میآوردن کنه معلوم است که از خودشون وقتی که عبید میشود معلم جان میشود این کس نوبادار بودن یا میشنن یگان لحظه چای خورده بوده گیرن نیم. نه درست است ولی در داخل سیمخونه خب خیلی بعد از درس سمینی دیون سر شدن پس یگان لحظه میکنن جمع کرده سیمخونه رو بمیدرون. برای کار شما بچه‌ها. ولی اخیرا چیز میخوام پرسیدم تمام. ما در درآمدگاه مؤسسه یک تا گاردیروب دیدیم یعنی جایی که لباس است. ولی چند سیمخونه که درآمدیم یا کورتکوشون همراه یا در تنشون. چی به خیر؟ ما از شما بگم گاردیروب همه برام بچهای ما یوگا بیشتر سیمفوی که کورتکوشون یک خیله میشود ایروی مثال وای کردن دیگراش وارد کتشون در سیمخونهشون هم میمونن. و همون مجبور کردن میتونیم که حتما تا درم جویزون کنیم. تخته الکترونی ولی جان در تخته الکترونی شما چی استفاده می‌برید؟ چیکار می‌کنید در تخته الکترونی؟ موضوعی که هستن ما رو طلبات می‌فهمونیم. میگم ما نشون میدیم. در تخته الکترونی نشون میدیم ما همش می‌بینند کار میکنه تخته الکترونی یک وقت مشکل شد کی ساز میکنه؟ مشکل شد امی معلم هستن با خمون طرفی امی وزارت دوم دولت مورا نشون داده بودم که بودم با کامپیوتر وایرون بود بودن اساس کد آورده مورد داده بودم. بچه‌ها توجه دارن به کامپیوتر یا نه؟ بیشتر معلم مؤسسه اومده دخترها یا بچه‌ها بیشتر توجه دارن؟ بسیارتر دخترها چقدر من درس دادم و اینکه پیشرویشون نسبت به پسرها هست. سلامت باشید معلم جان زنده باشید. بخشش وقتتون نگرفتم معلم جان. حضور زیاد. ما با کتابخانه مؤسسه وارد شدیم. معلم جان بخش شما کتاب دار؟ نه. چقدر کتاب دارین؟ کتابای درسی؟ بله. کتابای درسی 15764 نه؟ در همین درسیه. نه برای یعنی چیزا تقسیم شده. تقسیم کرده. کتابای بدیهی علمی اینجا چقدر است؟ کتابای بدیهیش 2348 دانه هست که برای صنف‌های نیمی ابتدایی خیلی کم است که اینا 248 دانه کتاب است برای صنف‌های ابتدایی. معلم جان اینجا هوا خنک است که شما با پالتو ایستادین؟ خنک. هوا خنک است. حتی معلوم میبینم که مالی چراغا هم که پر روشن نیست. مشکل در چی است؟ مشکلی در اون است که همین لامپایی که شما در همینجا میبینین دسترس کردنش کامیاب است. سلطان کبیر بند نیستن در شهر. سلطان کبیر برای سلطان کبیر رفتن مثال مبلغی که در ما وای میشود جدا میشود بنهایت کم. برای تعمیر مؤسسه میکنی لامپوشکش در نمیرسد یا که لامپوشکه گرفتی تختش در نمیرسد. گرمیش در نمیرسد. برای که کتابخانه اگر جایی که باید روشنی خیلی مهم است برای خواندن. بهترین.
محمد جان سلامت باشین. زنده باشین. ما در یکی از کوچه های شهر وحدت قرار داریم و در این شهر در اکثر کوچه و تنگ کوچه ها دو مسئله میبینید همیشه. یعنی یک گوشه راه یکم آباد است، تعمیر شده است و این قسمت راه میگذاریم خیلی ویران و ولنگار و به تعمیر نیاز. یعنی تمام شهر وحدت کوچه و تنگ کوچه هاش بغیر از کوچه اساسی همین گونه شرایط دارد. یعنی یک قسمت راه خیلی ویران و ولنگار است که به تعمیری کلی نیاز دارد و باز در برابر یک قسمتی راه هم تعمیر خورده است. این راه‌های دیگر هم در کوچه زیکیرو بله از خانه 86 و 84 و 85 میخوند. این وضعیت راه‌ها در داخل شهر وحدت. اینجا البته بینای خوب نقص و عالی زمانتی ولی وضعیت راه خیلی بده. او انا اینجا راه درست ما می‌داریم اینش هم باید آشکارا بگیم. من کوچه زیکیرو 78 این طرف خدا را شکر راه درست شد چون به شهرهای اساسی نزدیک میشد. هر چیزی که به شهرهای اساسی نزدیک میشد آبادتر شدن میگیرد. نمیدونم برای چی. خب اینم یکی از کوچه های شهر وحدت و این گونه راه‌های هم دارد باز در برابر راه‌های آبادی که در خیابان مرکزی شهر ما می‌بینیم. این کوچه هست کوچه سلیم زاده 30 حتی نزدیک کارخانه تاجیک سغورته است که راهش واقعا در همین حالت است. سلیم زاده 30 این محله فایز بخش. یعنی داخل شهر اکثر کوچه ها و تنگ کوچه ها همین خیلی وضعیت دارن. بیننده عزیز شبکه اجتماعی دلیر مومالی، ما آمدیم طبق درخواست شما با دهه نورآفر شهر وحدت که قبلا مردمی را با مهرآباد میشناختند و ساکنای این محل از ما خواهش کرده بودند که حتما که آمدید با دهه ما از آبادی های این محل و این دهه بگید که با دستگیری صاحب کارا و شخصای تقویتمند این دهه و مقامات اجرایی کنند دولت شهر وحدت در یک جایگی شدگی است و واقعا شما اگر اهمیت همین قطعه راهی را که میبینید خیلی خراب است ولی وقتی که ما به این گوشه راه حرکت میکنیم الکی راههای تعمیر شده را تا داخل همون دهه میبینیم و در ضمن گفتن از مکتب و از مسجدمون هم گفتیم ما از معارف زیاد گفتیم میریم در برابر راهها از مسجد این دهه میگویم رفتیم. بیننده از ما در درآمد دهه نورآفر کمی خطا کردیم برای که بعد از دهه نورآفر دهه مهرآباد بوده است. اینجایی که از ما خواهش کردن که تشریف بیاریم. میریم ادامه‌اش. خب کوچه های واقعا هم آباد. این راهی تعمیر شده از جانب هر کسی که باشد و اینجا یک لحظه مکتب. این هم مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 30 دهه مهرآباد که معلوم است نو بنیاد است. عذر ما فقط میخوایم از بیرونشون تیم وارد نمیشیم چون ما در مورد معارف از دیگر مکتب ها زیاد گفتیم. خدا کند که صفی چنین مکتب های نو بنیاد زیاد شود در کشور. بیننده عزیز ما آمدیم به نزد مسجد دهه مهرآباد شهر وحدت که در سیمای اول خیلی زیبا است از بیرون و خیلی خوشتر هم هست با ارزش‌های اسلامی. همراه وارد میشیم که چی وضعیت است در داخل. مسجد ما مسجد وقت جمعه خانه ای مسجد 5 وقته جمعه هم دارد. هم 5 وقته هم جمعه ها. اینجا وقتی نماز هم هست. حتما شما ساکن این محله بوده نه؟ بخشید بعد در چه محکم کنم اکا؟ رحمت اکا جون بسیار مهربون.
یعنی شرایط خوب، محراب، منبر، ونتیلاتور ها سرد نکو. اینجا تاقی و ساله های لواگیان با آشیانه دویون. در برابر مسجدهای بسته که در شهر وحدت هست ما میدونیم که با دلیل اون که بعضانش حجتهای درست ندارن اونها با مرکزهای فرهنگی و فراغتی یعنی دیگر جای جمعیتی تبدیل یافتن. من مسجد دهه مهرآباد شهر وحدت خیلی آباد، زیبا، تازه دریافتم و در ضمن میگم که در هر شهر و ناحیه‌ای که من بودم در برابر ورزش و معارف و اقتصاد و سیاست و کشاورزی ما حتما به مسجدها تشریف میاریم و اکثر وقت یگانه جایی که تقریبا کسی نمیگوید که اکا چوبه نوار گرفته سی، اکا نوار نگیر یا اکا ممکن نیستی. یگانه جایی که هیچ کس تقریبا به تو مانع نمیشد. خدا را شکر تا این جایی که من آمدم در دیگر شهر و ناحیه و اینک در وحدتم، یعنی خیلی آرامی، خیلی راحتی، مثل خانه خودت. یعنی در یک جمله میشد گفت که در میان مردم ما مسجد خانه خدا میگن، یعنی مثل خانه خودت. ببخشید از من اگر خطا گفتم ولی واقعا مثل خانه خودم من اینجا میتونم راحت، زیبا، خوب مناسبت کنم چون همه جا تازه است. هر جایی را که خواستم انصافا نوار بگیرم کسی با من مانع نمیشه. در دیگر شهر و ناحیه هم همین گونه بود اگر شما باشد، در دنغره، در اسفره، در اش. سلامت باشید. خدا کند که گاه گاه ما وقت بیایم برای عبادت با خدا به هر شکلی که هست، در مسجد، در کلیسا، در بتخانه، نمیدونم در هر جایی که هست. خدا کنه که با خدامان راز بگیم گاه گاه. زنده باشه. نصیحت کردم، عذر. و اینجا بیننده عزیز، ما در جماعت کریم اسماعیل شهر وحدت قرار داریم و در پس منظر یک گوشه صنعتی را میبینیم که در سالهای رشد صنعت 2022-2026 وارد میشیم که چه وضعیت دارد. اینجا کارخانه همش کار نکیسته. چند لیست چی دیگه؟ همه 6-7 کارگر بودن. 6-7 کارگر؟ اوخی کلان توفته سایه بویم. اوخی هم محکم هم پسیده خواه. این هم بطلبی ای همه چی برومد. ای مفلسی؟ مفلسی از نه برمده زانو قدی غلط دیگه. استحصالش چقدر در یک سال؟ ای واقعی استحصالات کمه یا چه نیست. کلی نیست. سیمنتی وحدت. مواد خام با کجا میارین شما اگر کلی؟ خواکسین اینجا اومده کار کرد میکنه. خیلی شما آدم خواکسین بگیرن. خیلی نمیشه دو کادر بگیرم اجازه تا. نه اینجا کامرا مونده. تانی کامرا. همجا وسنا نگذار. باشه بیا یک کم ترخی پس بیا رو براش بیا. خب من دالش رفتم که بایم که گذاشته دالش رفتم. اینجا ممکن نیام دیگه. خیلی اونال جبرود زمست بیا. انا کابوتا شد. مبل مبرو را گفتم که؟ چی می‌بردم؟ یا داوری سایز موندگی بود. رحمت کن. خب زنده باشه کن. آخه رئیس معاونش که گاب نزنه چون بیام؟ گاب نزنه برای چی بیام؟ گاب زنن که بیام. این ماشینی واهیمه رو بی؟ استحصال نمیکنه چی؟ ها؟ استا هم خیلی ماشین داره. یک
بار میخوام فهمم که همین جمعیت چی جمعیت هست جمعیت الوک من امروز وحدت مهمون آمدم میخوام فهمم که همین جمعیت چی جمعیت هست چی کار میکنید هیچی اکا وزیرش دا بکر خو چی بود پیشتر اینجا پیشتر مشکل شخصی بود روغون دا کار میکردم از دوره سیوزده چی بودم اگه اینجا دوره سیوزده هم عروسا بودم عروسا بودن اما شما کار میکرد اینجا نه من 7 سال چی کار میکرد اینجا دوره سیوزده روسو اگریگاتور رو میکشید اگریگاتور نورک سنتودا چیزای لایحه‌اش هم میکشید که آهناشا نه امو اگریگاتور های دیگه دولت میگرفتن و ماشین هم میگرفتن چی به حالی کار نمیکنه بنا باشم نمیدونه نه شما جا پاسبونه نه بعد نبره امو شف ما نبره شف با بابا نپرسیدین که چی وضعیت است چی کار نمیکنه چی کار کنه اینجا آینده برای ما کار نیست کار محصولات خام نیست یا کار نیست کار نیست کار ماشین چه ابد ما درون با اجازه حجت دارم یک بار وارد چند بخشش اجازه باشه اگر اجازه نیست چند سال شد کار نمیکنه اینجا کار میکنه کم یا سه ماه کار میکنه خیلی همش برای کار شما دانا باشم زنده باشین یک تا دیدم اومده سماز به سعودی سیمنت دیدم نه از مفلسی برآمده است که 6 هفته کارگر داره گفتم اینجا رو فهمیدم که اینجا چی کارخونه چی کار کرده است اینجا اسکلدای فاوز میگن فاوز چی نگاه می‌دارین شما ما داروی خیمیکات داروی خیمیکات این زیرتوبه کجای فاوز شامیت نگاه میکنه ماشینایی که اینفکشن دور میزنن کو حال ببینید تمام همین چیزایی که من دیدم یک تا دو تا سه تا خیلی زیاد از بینوها همین مواد فاوز میسته نه ماشیناش میسته این دو اسکلاتش چیزای مواد خیمیایی دیگه‌اش چی هست دیگه‌اش این اسکلات دیگه همش اسکلاتای دیگه چیه ماشیناش میسته سیمنت بلاک ما دیدم اینجا ریمون این سیمنت بلاک نمی توسط تیرموی آوردن هم آفراتش نام خریدن هم تیسو دیگه ما فهمیدم که اینجا چی دام استیصال میکنه شما گیپس کاردون اینجا استعمال نمیکنه نه مبل چی نه پیشتر دوره سیوزده چی بود اینجا اسکلادوی تاجیکزال بود تاجیکزال هم افتابازش بود هم اسکلادو چرا مثل پیشتر کار نمیکنن همین اداره ها برای من وقتش کار بود مثلا میکردن اما کار که فعالیت داره شما کار میکنین دوره سیوز همینجا چیکار کنین که مثل هم سیستم پیشتر کار کنه همون تاجیکزال تا باشه جای اولش دا برگرده جای روزاش که تو او تقسیم شدن هر کمش عادل فرم شید شون تشکیل کردن اسکلادوشون و ماشینشون دیگه جا نمیبیارن اینجا خصوصیت یا دولتی اینجا خصوصیت ممکنه یک بار درون داریم آدم کسی اجازه هست یک بار درون که واقعا چی وضعیت هست همون درون وضعیت نه وضعیت دستی نه وضعیت درونش همین غیره دیگه درون نداره ای نه اخیرام بینو چی است بینو وقت چیزا بود چی هم داره ایدارواش بود طوریش که نیست شما تجربه چند ساله کاری دارین در اینجا ما تقریبا قریب 20 سال 20 سال اول چند کس کار میکرد اول و ما بعد همین جنگ اقتصادی اومدیم ما 16 کس 18 کس بودیم تا حالی چی اونجا چوکی ماشینای وقت داشتیم حالی چی حالی 8 کسی 8 کس اینا رئیس نیستن ما بودن این اسکلاد همین رئیس میشن میدیم ما بود نه این اسکلادی همینجا برای که اونهایی که نرخ و نوای سوزشواری عجیب است در شهر وحدت 95 10 90 92 10 40 10 30 گاز 750 سوزشواری ما هم تمام شد ماشین رو آوردیم زاپرافکا ماشین ما همون طرف در خلاصه میریم ازی ماشین نمیشنیم با ادامه سفر رمز وحدت همین هیکل مادر است بچه‌ای که هیکل یاد کردین خب واقعا این ساختمانو بسته است این مادر رفتیم کسی برادر بگذاره این ساختمانو واقعا در خیابان‌های مرکزی ما را خیلی طبعا خوش میکنه خدا کنه که صفصون زیاد شود و همین راه‌های آباد و ساختمانو در دیگر کوچه و تنگ‌کوچه‌های شهرها هم بنیاد شود فقط در خیابان‌های مرکزی نه اینم شعبه معروف میلیتسیای شهر وحدت نه یادتون باشه این بنا هم نو ساختمان است
اینجا ورزشگاه کهنه است دام شده است. کینوتئاتر دیگری که داشتیم کجا اینجا کاخ معرفت همینا میگه او این کاخ فرهنگ کینوتئاتر نه این کاخ همین پیش کینوتئاتر کاخ چیزش کردن کاخ معرفت شده است این برادر میگه سابق کینوتئاتر است خب دیگه خب ما در کوچه باز چی میبینیم کالج آمار اینجا کالج آمار داشتیم این بینای سرخی که میبینید نهاشونه شو بالا ایدار شوروی موندگی ما در جستجوی امانت بانک ببینیم که فعالیتش چقدر است رفتیم در بعض شهرها ما مشکل بانکی که روبرو میشه یعنی پول در کارمان میشد خلاصه و ما در شهر وحدت انتخاب کردیم امانت بانک حالا میبینیم که بانکمات‌های امانت بانک شهر وحدت مبلغ دارد و یا نه رفتیم خب ما از بانکمات داخلی امانت بانک شهر وحدت استفاده کردیم و مبلغی که برای ما لازم بود در وقت خیلی کوتاه دسترس شد ولی متاسفانه مردم در بیرون انتظار میشن خدا کنه که مردم هم از بیرون هم فهمن که داخل در بانکمات هست میفهمن ان شاء الله میان داخل که در بیرون رحمت بچه جون برای کار سلامت باشید رحمت اکا شما دارم زنده باشید خب ما همیشه استفاده برنده امانت بانک بودیم تبلیغ نه واقعیت هم میخوام بگم نه اینا رو بگید که درون هم هست یک نفر دو نفر درون هم را با بانکمات رحمت برو زنده باشین خب ما مبلغمون گرفتیم میریم ادامه سفر ما در یکی از میدان‌های مرکزی شهر وحدت قرار داریم و در پس منظر ما هم بینای مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر وحدت است سابق رئیس شهر امیرزاده رحمان علی سابق برای چی میگم همین روزی که ما در شهر وحدت مهمان شدیم تصادف رفتن ایشان به سفر ما در این شهر درست گرفت با فرمان پرزیدنت جمهوری اسلامی امیرزاده رحمان علی از وظیفه رفتن و امروز هم اسماعیل زاده رئیس نو شهر وحدت هستند که مردم هم اونجا منتظر رئیس نوند میبینیم و از مردم چند نظر میپرسیم که از رئیس قبلی چه خاطره ها دارن بیننده عزیز اینجا وحدت است و اینم پیکره بزرگ مادر و ما در یک از میدان‌های مرکزی شهر وحدت قرار داریم که ما را میبرد داخل شهر میبرد جانب دوشنبه و میبرد جانب یک گوشه منطقه ختلان خب بعد از اون سر و صدایی که در فیسبوک وقتی تهیه این گزارش چرخید که امروز هم 27 ینور است و ساعت از 4 گذشتگی بود ما در نزد میدان مرکزی مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر وحدت یک استنداپ میدادیم که میگفتیم که تصادف سفر ما به شهر وحدت با عوض‌شوی رئیس شهر به هم اومد و اینجا برادرای ما از مقامات انتظامی آمدن در صحبت روبروی ما و بیش از 2 ساعت ما هم در بازپرسی بودیم در صحبت بودیم که امیدوارم که ما دیگر خوب فهمیدیم و اخیران ویدیو گزارشم در شهر وحدت لحظه خیر خوشی ما از همین نزد پیکره مادر می شود رو جانب دوشنبه که همیشه خدا کند که در هر سفر در هر وضعیت در هر حالت مادرای عزیز با ما باشند دست دعاشون با ما باشد ما را هیچ وقت تنها نمانند بدرود تا درودهای دیگر